حاج آقا سلام. سلام قربان. خسته نباشین. فضلتون بشم. خب بینندگان عزیز، در خدمت یکی از استادان بزرگ صنعت کفش هستیم و میخوایم از ایشون بپرسیم که چند سال سابقه کار دارن و خودشون رو معرفی کنن. خب حاج آقا میشه خودتون رو معرفی کنید برای بینندگان عزیز؟ بنده خلیل شنما هستم. مدت 40 سال تو کاری پسوی سازی هستم. پسوی سازی. پسوی سازی همین روی کفش رو بهش میگید پسوی سازی. بله. درسته؟ بله. بله. به بینندگان عزیز عرض کنم که باید ببینیم که حاج آقا چقدر زحمت میکشن تا این صنعت کفش یک کفش بشه و تحویل ماها داده بشه. خب حاج آقا از کارتون توی این مدت 40 سال که زحمت میکشید راضی هستید؟ نه قربان. چرا؟ به خاطر اینکه دستمو گذاشتم روی این کار، پامو گذاشتم، قلبمو گذاشتم، داغون شدم توی این کار. یه نه زندگی دارم، نه ماشینی، نه وسیله‌ای. خیلی این کار چیه تخمیه. ببخشید حاج آقا آرزوتون چیه؟ آرزو دارم که این کس که این چکاشا داد دست ما، مشترات داد دست ما، جرزانا داد دست ما، بلندش به تو قب بکشنش بیرون، آبگان چی خورده خاری کسکش. همین چرخ بکنم تو چونش کسکش. بله من معذرت خواهم.